سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه ساعت خوشی رو سپری کرده باشید. وقتی که تصادف میکنیم با قانون طرفیم. چه بهتر که در این جور مواقع کسی از سمت ما با قانون طرف باشه که در این کار خبره است و آگاه به قوانین. امروز در کنار آقای دکتر کامران یدیدی هستیم. نامی آشنا و پرآوازه. آقای دکتر سلام عرض میکنم. سلام دارم خدمت شما و بینندگانتون. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین و تشکری دارم برای دعوت دوباره شما به تلویزیون جم تیوی. خیلی ممنون که میزبان ما هستین آقای دکتر. باعث افتخار ماست. آقای دکتر، اسم پرآوازه‌ای دارین و خیلی ها با نام شما، کار شما و شخصیت شما آشنا هستن، ولی عزیزانی هم هستن که شاید نام شما رو نشنیدن. سوال اولم اینه که از زبان خودتون یک توضیح مختصر راجع به نوع فعالیتاتون و کیفیت کارتون به عزیزان ارائه بدید. پس اونهایی که نشنیدن تا حالا قصر در رفتن از دست ما. بله، 100%. خواهش میکنم. نوع کار و رشته کاری ما وکلای تصادفات با تخصص در امور تصادفات هستیم. در 20 سال گذشته در جنوب کالیفرنیا کار خودمون رو شروع کردیم و بر ضد شرکت‌های بیمه فعالیت خودمون رو انجام میدیم. بیشتر کار ما، یعنی 100% کار ما، حمایت از افراد هستش بر ضد شرکت‌های بیمه در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی ناشی از تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، زمین خوردگی، حمله حیوانات، هواپیما، قطار و کانستراکشن اکسیدنت، چیزایی که در سر کار کانستراکشن انجام میشه. درسته. آقای دکتر، شنیدم که در دفترتون زبان‌های مختلفی هم داریم. بله، همه نوع زبان داریم. ما زبان اول انگلیسی، فارسی، آسوری، ارامنه، فیلیپینی و عبری در دفتر ما وجود داره و بسیار عالی. یک تیم بین‌المللی خوب. واقعا ما و تمام افراد موکلین ما، میتونم بگم همشون موکلین بین‌المللی از نجاز همه جا هستن. ما واقعا افتخار میکنیم که یک اینترنشنال لا فرم هستیم و تونستیم خودمون رو در بسیاری از مناطق دنیا یا افرادی که از جاهای مختلف دنیا هستن جا بدیم و باشون آشنایی پیدا بکنیم و کارمون رو شروع بکنیم. بسیار عالی. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم در همه زمینه‌ای که فعالیت می‌کنید. آقای دکتر یدیدی، دوستانی که دچار تصادف میشن چه زمانی بایستی به شما رجوع بکنن؟ یعنی زمانی که مثلا هستش عزیزانی که تصادف میکنن باید به پلیس زنگ بزنن، باید به شرکت بیمه زنگ بزنن، اولین اقدامشون چجوری باید باشه؟ بعد از هر تصادف دوستان اول باید فکر سلامتی خودشون و بقیه افراد داخل تصادف باشن. اگر واقعا کسی مجروح شده، احتیاج به کمک داره، زنگ به پلیس بزنید، گزارش بدین، پلیس بیاد، آمبولانس بیاد، فایر دیپارتمنت بیاد که اول به سلامتی شما و افراد داخل ماشینتون یا حتی اگر کسی دیگری مجروح شده به اون برسه، چون سلامتی همیشه اوله. بعد از تصادف وظیفه هر کسی دیگه هستش، هر کسی هستش در تصادف که بخواد اکسچنج بکنه اینفورمیشن، یعنی اطلاعات بده، اطلاعات بگیره و اگر کسی مجروح شده باشه باید پلیس بیاد و ریپورت بنویسه. همیشه ما دوست داریم موکلینمون اگر شاهدی در تصادف وجود داره شماره شاهد رو بگیرین، حتی اگر فکر میکنید که شاهد بر ضد شماست. یعنی این قضیه میتونه خیلی مهم باشه. بله. حضور شاهد. ماشینتون رو اگه میتونید تکون ندین از محل تصادف و دارم میگم اگه سیف هستش، اگه وسط فریوی این کارو نکنید، اما اگر طوری هستش که میتونید ماشین تکون نخوره از محل تصادف عکس بگیرین، این عکس‌ها بسیار برای ما ارزشمند هستش. از جایی که دوتا ماشین به هم خوردن که آشغالای ماشین ریخته رو زمین، believe me، یعنی فکرشو بکنید، اونها برای ما بسیار مهمه. از شواهد عکس بگیرین، محل عکس بگیرین و هر اینفورمیشن دیگری که میتونید جمع بکنید. مثال میزنم، لایسنس پلیت ماشین طرف، بیمه طرف، تصدیق طرف. اگر طرف میبینید که بوی الکل میده، اگر چشاش قرمز، حالت نشگی داره، اگر میبینید که اصلا موهاش ژولیده و سر به هواست، به پلیس زنگ بزنید. فکر نکنید که ای بابا دلم براش میسوزه الان بلش کنم بره، حالا پلیس میاد بدبختو میگیره. نه، مسئله ضرر نیست، چون این شخصی که به شما زده
ممکنه بره 2 بلاک پایین‌تر که دیگر رو بکشه. شما دارین از افرادی که داخل این جامعه هستن مراقبت میکنید با زنگ زدن به پلیس و حتما زنگ بزنید. بعد از تصادف هم دلتون برای هیچ کس نسوزه که بگید که ای بابا طرف که با من کاری نداره اومده و معذرت هم خواسته، حالا میاد پول و ماشینمو میده و میره. همیشه این بعد از تصادف میرن داستاناشون رو عوض میکنن. اگر پلیس نیاد در محل تصادف و ریپورت درست نکنه و اگر طرف داره میگه که من مقصرم معذرت میخوام، بهش بگین بنویس، با دستخط خودش بنویس یا یه ویدیو ازش بگیرین. آقا بگین تو این ویدیو بگی بنده چیز کردم، تصادف کردم با شما، بنده مقصر هستم، به بیمه‌ام دارم دستور میدم که خسارات این شخص رو بپردازه، که فردا طرف دبه در نیاره. البته این تو تصادفات معمولی که یکی از یکی به پشت یکی دیگه بزنه، خب این راحت هستش، این اصلا مسئله ای نیست. اما بیشتر تصادفات پیش میاد که یک نفر چراغ قرمز رد میکنه، یک نفر جلوی شما میپیچه، کارهایی هستش که طرف میاد فوری بیرون میگه آقا معذرت میخوام، تقصیر من بود، چراغم زرد بود، قرمز بود، این بود اون بود. همون موقع بهش بگی یا به پلیس زنگ میزنم بیاد، یا اینکه بعد خودت بهم بگی که مقصری که بیمت بیاد پولو بده. یعنی اگه بذارن خیلی دوستانه خدافظی کنن بره، ولی بعداً ممکنه دردسرساز باشه. همیشه بعد از تصادف وقتی افراد از محل تصادف میرن بیرون، یک نفر بهشون یه چیزی یاد میده. حالا میتونه وکیل باشه، بیمه باشه، دوست باشه، چرا این کارو کردی؟ چرا اینو گفتی؟ چرا پس الان به خاطر اینکه بیمت بالا نره برو اینو بگو، این کارو بکن. یه دفعه تمام قضایا عوض میشه. پس ما میخوایم که موکلینمون واقعا اگر طرف میاد بیرون و داره ادمیت میکنه یا قبول میکنه مسئولیت، بگه آقا جان یا بنویس یا میگم پلیس بیاد بنویسه، یا اینکه ویدیو ازت میگیرم، بگو اینم کدوم. دقیقاً. آقای دکتر یدیدی، در راستای حرفایی که میزنیم، افرادی هم هستن که با اشخاصی تصادف میکنن که مواد مخدر مصرف کردن یا الکل، و میخواستم بدونم تکلیف اینجور تصادفات چیه؟ خب بعد از تصادف اگر شما میبینید که با کسی تصادف کردین که الکل خورده یا مواد مخدر کشیده، حتما با پلیس تماس بگیرین، بذارین پلیس بیاد اونجا اینوستیگیت بکنه به دلایل مختلف. یک اینکه جلوی گرفتن آزار و ضرر به بقیه افراد جامعه، چون اگر ولش بکنید بره هنوز ممکنه تصادف دیگری بکنه که از دیگر بکشه. دو اینکه برای پروندهتون بهتره که طرف بیاد پلیس و دستگیرش بکنه و بیشتر میتونیم ازشون خسارت بگیریم، چون موقعی که طرف زندان بیفته بیمه‌اش باید بیشتر پول بده. و سومی هم اینه که شما هیچ چاره‌ای ندارین من که حتما با پلیس تماس بگیرین و بذارین بیان و اینوستیگیشن خودشون انجام بدن، چون در آمریکا هر 40 دقیقه یک نفر داره فوت میکنه به خاطر درانک درایوینگ و به خاطر اینکه یک نفر مواد کشیده و داره رانندگی میکنه. حالا اون کم بود، الان هم اضافه بر اون تعداد مرگ و میر بیشتر شده در آمریکا به خاطر این تکست درایوینگ و ایمیل کردن پشت فرمون. دقیقاً. من واقعا می‌خواستم ازتون سوال بکنم که یکی از علت‌ها، یعنی یکی از علت‌هایی که بیشتر این تصادفات اتفاق میفته چیه؟ هم درانک درایوینگ و الان تعداد تصادفات به خاطر تکست درایوینگ و ایمیل درایوینگ داره میرسه تقریباً به حد درانک درایوینگ و داره از اونم جلو میزنه، چون مردم الان نگاه نمی‌کنن و رانندگی میکنن. شما حساب بکنید اگر یک نفر با سرعت 55 داره یه تکست رو نگاه میکنه، برای 3 تا 5 ثانیه چشش رو از جاده دور میکنه، یعنی به اندازه یک فوتبال فیلد ماشینش ترافل کرده جلو رفته بدون که خودش بدونه به کجا رسیده. و این بسیار خطرناکه. هر موقع شما تکست رو چک میکنید یا ایمیل رو چک میکنید بدونید که یک خطر جلوی شما هست. حتی در 4 ثانیه، حتی در کمتر از 4 ثانیه، چون ریاکشن تایم یعنی تا ببینید، تا پاتون رو ترمز بزنید، تا کنترل بکنید، خودش بین 1 تا 1.3 ثانیه طول داره. و اینها رو ما اکسپرت داریم کلکولیت میکنن که شخصی که داره رانندگی میکنه نمیتونه روی تکست یا ایمیل باشه، اگر باشه غیر قانونی هستش. و الان خیلی متاسفم که این رو بگم، بسیاری از موتورسوارا در جاده ها دارن فنا میشن، دارن بیچاره میشن. به خاطر چی؟ چون دارن در جاده، در فریوی حرکت میکنن، مردم در خطهای خودشون دارن تکست میکنن و ایمیل میکنن، ماشیناشون مثل یه دونه بیلیولو میخوره و میزنه به این موتورسوارهای بیچاره و اینها رو پرت میکنه و صدمات شدیدی میبینن. به همین خاطر هستش که من همیشه موتورسواران گفتم، مخصوصا در این روزها
که روی هلمتشون، کلاه ایمنی خودشون، دوربین وصل بکنن. دوربین وصل بکنید که داره جاده رو جلوی شما نشون میده. وقتی شما دارین میرین جلو، اون دوربین میتونه من وکیل راهو نشون بده. اون شخصی که اومده تو خط شما منحرفتون کرده مقصره و ما میتونیم بریم دنبالش و یقهشو بگیریم و این خیلی خیلی مهمه. حتی من به پدر مادرهایی که به من زنگ میزنن و میگن و خود افراد معمولی هم که رانندگی میکنید، من به همتون ساجست میکنم که یک نوع دش کامرا وجود داره. از این بهش میگن دش کم. دوربین هایی هستش که الان به ماشین وصل میشه، رانندگی میکنید و اون داره ضبط میکنه. از موقعی که سوار میشید شما میزنید تو دنده، اون دکمه رو فشار میدین، ضبطشو داره میکنه، مثل تاکسی رونیا یا مثل اتوبوس رونی. تا موقعی که برسید به مقصد دکمه رو فشار میدین وای میسه. اگر خدایی نکرده تصادفی بکنید که بچه‌ها تصادف بکنن، همه مشخص میکنه، همه مشخص میشه و ما میتونیم استفادهش بکنیم به نفع شما. همیشه میشه استفادهش کرد به نفع شما و این برای بچهای جوانتر خیلی خوبه و افراد سن بالاتر، چون همیشه بیمه داره میگه چون بچه جوان بوده و تجربه نداشته یا طرف پیر بوده و زیاد نمیتونه کنترل بکنه مقصره و این دش کامرا میتونه بهشون کمک زیادی انجام بده. یعنی منظورتون اینه که بیشتر تصادفاتی که با تکست دادن و مسیج دادن یا ایمیل دادن بین نوجوانا و جووناست یا آمار مشخصی نداره؟ همه دارن استفاده میکنن. این بین جوونا و پیر دیگه وجود نداره. این تکست و تلفن الان شده یک روند کاری و ما واقعا داریم صدمات بسیار شدیدی رو میبینیم به خاطر این برنامه که حتی بعضی از موتورسوارها شروع کردن تکست درایوینگ میکنن و این بسیار خطرناک هستش، هم برای خودشون هم برای افرادی که داخل خیابون هستن. دقیقاً 100%. آقای دکتر یزدی، مراحلی که برای به نتیجه رسیدن یک پرونده لازمه چطوری هست؟ ببینید، پرونده دو قسمت داره. از روزی که شما تصادف میکنید، پرونده برفرض میاد به دست وکیل و ما پرونده رو قبول میکنیم. ما از همون دقیقه اول پرونده رو شروع میکنیم، با شرکت‌های بیمه در تماس هستیم، کلیم پروسس رو باز میکنیم، یعنی با بیمه دیل میکنیم، ورقا رو میفرستیم، دی ام وی رو گزارش میدیم، ماشینتون رو میذاریم درست بکنن، نگاه بکنن، رنت کار میگیرین و شما رو هدایت میکنیم به دکترها و اشخاصی که به شما کمک میکنن که صدمات بدنیتون رو بهتر بکنن یا دردتون رو کمتر بکنن. این مدت میره جلو و تا زمانی که شما زیر نظر پزشکتون هستین، پرونده بعد از درست کردن اتومبیلتون، بعد از تمیز کردن تقصیر که بگن تقصیر رو به گردن کی میندازیم و اون کار ما هستش. بله. بعد از این برنامه تقصیر رو که بندازیم گردن طرف مقابل، ما تمام مدارک بیمارستانی، دکتری و پزشکی شما رو جمع آوری میکنیم و ریویو میکنیم، نگاه میکنیم ببینیم که صدمات چی هستش. درست. بعد میرسه به دست من وکیل. بعد که به دست من وکیل رسید، من یک نامه مخصوصی به عنوان دیمند میفرستم برای شرکت بیمه و بهشون میگن که طبق این مدارک، طبق این صدمات که موکل من دیده، به نظر ما کیس اینقدر ارزش داره. کیس که اینقدر ارزش داره، ازشون درخواست پول میکنیم. اگر پول رو دادن به زبون خوش که دادن، اگر ندادن، اگر به زبون خوش ندادن، یعنی باید با زبان زور ازشون پول بگیریم و اون موقع هستش که ما بریم اینا رو سو میکنیم، لاسوت رو فایل میکنیم و اون میشه مرحله دوم. در لاسوت اتفاقاتی میفته به اسم که دادگاه همیشه در کنترل این اتفاقات هست. یک، ورقه بازی های دادگاهی انجام میشه. دو، طرف مقابل میتونه بیاد از موکل ما سوال جواب بکنه در دپوزیشن و ما هم میتونیم از اونها سوال جواب بکنیم، از شواهد سوال جواب بکنیم. سه، موکل ما رو میفرستن برای دکتر خودشون که معاینه بکنن و ببینن که واقعا این صدمات بدنی وجود داره. چهار، شرکت بیمه سعی میکنه مو رو از ماست بکشه بیرون و میره تمام مدارک قبلی موکل رو میکشه بیرون که ثابت بکنه آقا جان این تصادف باعث بانی این جریان نبوده و این تصادف رو شما نمیتونید بیاین فقط بکنیش به خاطر این صدمات، به خاطر این تصادف بوده. یعنی بهانه میخوان، دنبال بهانه میگردن. اگر ببینن به جایی رسیده، دستشون به جایی بنده یا بند نیست، به هر حال یه موقعی میشه که اونا میفتن به پای ما و میگن که آقا تو رو خدا بیا بریم به یه چیزی به اسم میدییشن و این میدییشن رو من در جلسات آینده براتون توضیح خواهم داد که یک میانجیگر میاد جلو و سعی میکنه میان دو طرف رو بگیره و این کیس رو حلش بکنه بدون که کیس به دادگاه بکشه. اگر قبول شد در میدییشن، این کیس ستل شد. اگر نشد، اون موقع است که ما دیگه زره هامون رو تنمون میکنیم، شمشیرها و تفنگا رو دستمون میگیریم، آماده میشیم برای روز دادگاه و میریم به دادگاه و سعی میکنیم که پرونده رو به نفع موکل تموم بکنیم. کار به نظر من کار خیلی پرزحمتیه، انگار که آماده میشین واسه مبارزه، نمیدونم شاید یه جنگ باشه.
کار وکالت خب ببینید موکلاتون رو بگیرید. بله کار وکالت شما هر وکیلی که باشین بالاخره یک موکلی دارین که باید بهش برسین، مواظبتش بکنین. وکالت به نظر من یعنی جنگ، کسی که مدرک گرفته، مدرک جنگجویی گرفته که بیاد به نفع شخصی بجنگه و اگر نتونی بجنگی مسلماً موکلت مضرر میشه. دقیقاً. اگر وکیل شما بتونه بجنگه اون موقع هستش که موکل برنده میشه و من همیشه گفتم استفاده نکردن از وکیل خوب ضرر موکل هستش و اینو من خدمتتون عرض بکنم که من قبلا هم گفتم وکیل خوب میتونه کیس رو برنده بشه، وکیل بد میتونه کیس رو بازنده بشه. این برای موکلین بسیار مهمه چون موکل بعد از تصادف پولی به وکیل نمیده. شما چه منو استخدام بکنید که رده 1 هستم یا یک چه وکیلی رو استخدام بکنید وکیل رده 4 باشه، درصدی که پرداخت میکنید از جیب شما در نمیاد، شرکت بیمه اون پول رو میپردازه. پس چه بهتر برای موکل که بیاد وکیل رده 1 بگیره، ستلمنت بالاتر بگیره که آخر پول تو جیب خودش بیشتر بره. دقیقاً. بینندگان عزیز، مهمان دفتر آقای دکتر کامران یدیدی هستیم، نامی پرآوازه و شناخته شده در رشته تصادفات. آقای دکتر یدیدی، سوالم از شما اینه که تفاوت آفیس شما، نوع فعالیت‌های شما، خدماتی که ارائه میدین چه تفاوتی با بقیه آفیس ها داره؟ قدرت. بسیار. فقط با یک لغت میتونم بگم قدرت و اعتبار اسمی و نامی. دفاتر ما از لحاظ کادر حقوقی، از لحاظ سیستم حقوقی در کالیفرنیا میتونم بگم یکی از قوی ترین، پر اعتبار ترین دفاتری هستش که شرکت های بیمه باش آشنایی دارن و موکلین میتونن واقعا روی قدرتی که ما پشت موکل میذاریم حساب بکنن. همه وکلا خوبن، همه کار میکنن، همه پرونده انجام میدن، اما وقتی پاش میرسه به اون جایی که واقعا قدرت داره حرف آخر رو میزنه، به نظر من دفاتر ما یکی از بهترین در کالیفرنیا هستش و جالبه که بگم که ما در حال حاضر یک لیتیگیشن اواردی به ما دادن، جزو 2% از بهترین لافرم ها در امریکا شناخته شدیم، در کل امریکا. پس نه تنها در کالیفرنیا بلکه در کل امریکا ما رو شناختن به عنوان یکی از بهترین در 2% از وکلای تمام امریکا که میلیون ها وکیل هستن. اما برای موکل چیزی که مهمه، این چیزا همه حرفه. اون که مهمه اینه که وکیل کی هست و قدرت و اعتبارش چی هست و آیا میتونه دیلیوری انجام بده، یعنی واقعا میتونه این پرونده رو بگیره و جلو ببره. چون خیلی راحت صحبت کردن، جلوی دوربین اومدن، در رادیو رفتن، ادعا کردن مهمه، اما دیلیوری یا انجام دادن کار مهمتره و سابقه و تجربه نشون داده که 99.2% پرونده های ما به نتیجه رسیده و نتیجه مثبت. به همین خاطر ما واقعا به این افتخار میکنیم و میبالیم، امیدواریم که بتونیم واقعا این سرویس خودمون رو ارائه بدیم به هموطنان ایرانی، همونجوری که داریم به هموطنان امریکایی، اسپانیش، فیلیپینی و اشخاص دیگه ارائه میدیم و میتونن از این قدرت استفاده بکنن و ببرن و عقیده داشته باشن. چون بازم میگم شما اگه میخواین عمل قلب انجام بدین، یه نفر میاد فقط راجع به تئوری قلب صحبت میکنه، میگه عمل قلب رو اینجوری میکنن اونجوری میکنن و حالا به شما میگه بیا بریم عمل قلب رو انجام بدم. اولین سوال شما چی هستش که میتونی این کارو بکنی؟ آقای دکتر چند تا عمل قلب انجام دادین که میخوای رو من عمل قلب انجام بدین؟ آیا کسی که ممکنه یک عمل قلب یا 5 تا انجام داده باشه شما قلبتون رو در دستش میندازین یا خیر؟ جواب شاید نباشه. اما دکتر حاذقی که صدها ولا هزارها عمل قلب انجام داده، شما میتونید بهش اطمینان بکنید، با راحتی بهش جلو برین. یعنی وقتی میرین تو اتاق عمل میگین آخه
میدونم که در دست آدم درستی هستم و همون اون نفس راحتی که موکل میکشه میاد در دفتر ما، بله اون چیزی هستش که موکلین میتونن داشته باشن با آمدن به دفتر ما. و وقتی ما صحبت میکنیم راجع به اینکه چجوری یک آفیس میتونه یک پرونده رو هندل بکنه، سیستم آفیس ما این هستش که از روزی که دفتر ما این پرونده رو قبول میکنه، در عرض 24 ساعت این پرونده زیر نظر یک وکیل، پرالیگال و لیگال سکرتری گزارشش تهیه میشه با شرکت‌های بیمه، با DMV و اینسپکشن. به همین خاطر کار ما سریالسیر هست از اون اولی که پرونده رو قبول میکنیم، به خاطر سیستم کاری که داریم و قدرت کاری که داریم و این یک نوع آرامش خاطر میده به موکلین ما که بتونن و بدونن که این پرونده در جریان هستش. پرونده اینجا مثل دفاتر دیگه واقعا نمیخوابه و فقط معطل بشه، چون بعد از اینکه کارهای اولیش تموم میشه و این پرونده کارهای اینسپکشن ماشین و اینا درست میشه و پلیس ریپورت رو ما میگیریم و انجام میدیم، میره رو سلسله مراتب پزشکیش و اون هم خودش یک سری افراد مخصوص در دفتر هستن که دنبال کارهای پزشکی موکل رو میگیرن تا زمانی که موکل بهش میگن پرمننت یا استیشنری بشه. یعنی چی؟ یعنی نداره بهتر میشه نداره بدتر میشه. اون موقعی هستش که ما درخواست پرونده رو میکنیم از پزشکان و دکترها و سعی میکنیم پرونده رو تکمیل بکنیم و بفرستیم برای شرکت بیمه. خود اون قسمت حرفه ما هستش، خود اون قسمت هستش که واقعا ما بهش میگیم Personal Injury Demand Department. یعنی چه؟ یعنی اینکه گرفتن مدارک پزشکی از دکترهای عزیز، خوندن اونها، مکشور کردن که غلط غلوط توش نباشه، مکشور کردن که همه چیش درست به دست شرکت بیمه برسه، خودش یک فن هستش، یک هنر هستش و یک اکسپرتیز هستش. و من بسیاری پرونده‌های زیادی رو دیدم که دفاتر دیگه مدارک رو میگیرن نمیخونن، فقط میفرستن برای شرکت‌های بیمه و پرونده خراب میشه. به همین خاطر در دفتر ما دیپارتمنت های مختلفی هست، درست مانند شرکت بیمه. شرکت بیمه اونجور که دیپارتمنت های مختلف داره، دفاتر ما هم همون دیپارتمنت ها رو داره. پا به پای شرکت بیمه میاد جلو و قشنگ میشینیم این پرونده ها رو مرور میکنیم، مدیکالاشو مرور میکنیم، میخونیم. متخصصین، حتی ما نرس های مخصوص داریم در دفتر، کسانی که نرس هستن، سوابق کاری بسیار قوی و پشتوانه زیادی دارن که میان میشینن دستخط دکترا رو که نمیتونیم بخونیم، اینها برامون مینویسن که دکتر واقعا چی نوشته که بتونیم برای شرکت بیمه ترنسلیت بکنیم، ثابت بکنیم و این پرونده رو جلو ببریم. پس این سیستمی که در حال حاضر چیده شده برای موکلین، به نظر من یه سیستم تقریبا میتونم بهش بگم بولت پروف هستش، ضد گلوله هستش که موکلین میتونن استفاده کنن به نفع خودشون و انشالله پروندهشون به موفقیت برسه. بسیار عالی. دوستانی که دچار مشکل میشن، دچار حادثه میشن، اگر پیش آقای دکتر کامران یدیدی نیان ضرر کردن دیگه خودتون میدونین. ممنون، متشکرم آقای مرسی از شما، مرسی از توضیحات خوبتون، ممنون از وقتی که به ما دادین و میزبان برنامه متخصصین بودین. ممنونم از دعوت شما، همگی دوستان رو به خدای بزرگ میسپارم. متشکرم. ممنون از شما عزیزانی که همراه ما بودین در این برنامه متخصصین. روز و شب خوشی رو براتون آرزو دارم. خدا نگهدارتون.